بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. خدایا مرا در این روز به سوی کارهای شایسته هدایتم فرما و حاجت و آرزویم را برآورده ساز ای آنکه نیاز به پرستش نداری، ای آگاه به آنچه در نهایت جهانیان است. بر محمد و خاندان پاکش درود بفرست.